سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوارم است مرجعی که هستین جور و صحت سلامت باشین. با از شما بسیار تشکری میکنم که ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیوی امروز ما در مورد لکس فوکس تراپی می باشه. لکس فوکس تراپی چی است؟ لکس فوکس تراپی وایس تراپی است. یک نوع تکنیک برای صدا سازی می باشه. لکس با معنای راحت بودن، آرام بودن، استراحت کردن، همین که ما میگیم ریلکس، لکس از اون رقم معنا داره. و فوکس هم با معنای صدا از دوستای عزیز، یعنی لکس فوکس اگر ما تحت لفظی ترجمهش کنیم میشه که ریلکس صدا یا صدای استراحت کرده یا صدایی که در حالت استراحت باشه. تقریبا در تمام دنیا هنرمندا و کسانی که گوینده هستن یعنی صحبت میکنن این تکنیک استفاده میکنن به خاطر ریلکس شدن صدای خودشان. البته تنها ریلکس شدن نیست، بسیار مزایای دیگر داره این تمرینات که من میخوایم امروز در این ویدیو در خدمت شما ایره توضیح و تشریح بدم. لکس فوکس تراپی برای از استفاده میشه که اولی که صدا رو آدم در کنترل بگیره. توسط این تکنیک ما فشار قسمت‌های بالایی و پایینی پرده‌های صوتی را متوازن میسازیم، یعنی برابر میسازیم. کنترل صدا در کنترل خودمون، ما بالای صدای خود کنترل پیدا میکنیم. کسانی که بسیار مشکل دارن که از چست بخونن، از سینه بخونن، توسط از این تمرین اونا با آسانی میتونن که یاد بگیرن که چطور از چست وایس چطور بخونن، از سینه چطور صدا بکشن و بخونن. دیگه ای که مثلا صدا خسته می باشه، مریض می باشه، مثلا کسانی که سرماخوردگی می داشته باشند و بعضی افرازات که در گلون می باشد، توسط اینمی تمرینات افرازات پاک میشه و صدا آماده میشه، بسیار زیبا میشه، نرم و صفا میشه برای آواز خواندن. و همچنان کسانی که مثلا زیاد خواندن صداشان تخریش پیدا کرده، اینا تکنیک استفاده میکنن. اصلا این یک نوع مساج از دوستای عزیز، مساجی است که برای تمام قسمت های گلون و حنجره و از شانه و بعد اینمی قسمت تمامش توسط از اینمی تکنیک مساج میشه دوستای عزیز. و مثلا هنرمندا که کنسرت می داشته باشن، وقتی که یک ساعت میخوانن صدایشان مانده میشه، در وقتی که اینا تفریح میگیرن در وقت این تمرینات اینا انجام میتن، برای زیسته که امو ماندگی و خستگی که داره صدایشان او رفع شوه. و این تمرین وقتی میشه که بعد از این تمرین حداقل نیم ساعت یا 45 دقیقه صدا نباید که بخونه، یعنی بعد از این تمرین صدا دیگه آماده خواندن نیست، باید استراحت کنه. بعد از یک نیم ساعت 45 دقیقه میتونه که باز آدم شروع کنه دوباره بخواندن. و بعضی کسا مثلا عادتشون است که خواب که میشن بسیار دندانهای خود بالای دندان همونطور پچق میکنن و قسمت‌هایشان بسیار زیاد عضلات‌هایش بسیار شخم میشه و بسیار مشکل است که برای کسا که انجره باز نمیشه، اصلا امی تارای صوتی بسیار با مشکل باز میشن و لرزه میکنن، صدا میکشن. از اون خاطر این تمرینات بسیار زیاد مهم است برای اینا که آماده بسازه، دوباره عضلات را نرم بسازه، تارای صوتی نرم شوه، امی عضلات‌های صوتی کلش نرمال شوه و آماده شوه برای که آدم بتونه که دوباره آهنگ بخونه و یا کسانی که گوینده هستن اونا صحبت بکنن. و کل ازی به خاطر ازی است که صدای ما بهتر شود، صدای ما خوبتر شود و ما رشد کنیم و پیش بریم دوستای عزیز. همچنان یک مزایای دیگه از این تمرین ای است که ما یاد میگیریم چطور اکسیژن کم کم
از دست بدیم در وقت خواندن. همونجا از این تمرین ما یاد میگیریم که چطور اکسیژن از دست بدیم و همچنان چطور ما دیر بتونیم بخوانیم، یعنی زود تنفس نکنیم. این بسیار یک تمرین خوب است که این روزانه میتونه که آدم حتی روز 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه این تمرین کنه بدون از اینکه کنسرت نداشته باشه و اینا. در خانم که باشه میتونه که تمرین کنه برای آماده تمرین خود شوه و گفتم که بتونه که از قسمت‌های سینه صدا بکشه و بخونه و صدایش اصلا خود صدا توسط می تمرین آماده از این میشه که برای خواندن آماده میشه، یعنی آدم میتونه هنرمند شوه. یکی از تکنیک‌های بسیار ساده و بسیار مفید است. خب این لکس فوکس تراپی چی رقم است و چطوری ما میتونیم انجام بدیم؟ دوستای عزیز، اگر شما در اینترنت سرچ کنین لکس فوکس ست، شما میتونین که پیدا کنین که از 2 چیز تشکیل شده. یکی اینطور یک پایپ است، اینطور یک پایپ است، این قسم که طول از این پایپ تا تقریبا 33 سانتی متر باید از باشه طولش و امی قدر قسمتش که است ای از 9 تا 11 میلی متر می باشه. اصلا این نرمالش سیلیکون است ولی این پلاستیکی است. میتونه کسان پلاستیکی هم استفاده بکنه که ولی وقتی که آدم میخره باید پرسان شوه که آیا این استفاده از این میشه که آدم دهان خودی بانه از استفاده کنه، چون تمرین امرای دهان است. از او خاطر باید کسی که میخریم میره پرسان کنیم که آیا ما میتونیم که از این استفاده کنیم و یعنی خطرناک نباشه. و یک بوتل، یک چیز اینطور بوتل واره یک چیز باشه که درش آب داشته باشیم. فقط اینمی 2 چیز ما کار داریم ولی بسیار مهم است که ما درست تمرین کنیم. دوستای عزیز، تمرین ساده به نظر میاد اما ساده نیست. دوستای عزیز، شما وقت کار دارین که این تمرین یاد بگیرین و البته برای کسایی که چلم میکشن بر از اونا خوب است، اونا یاد دارن. یعنی شما دوستای عزیز ببینین که چلم کشیدن هم فایده داره، یعنی کسایی که چلم میکشن یعنی یک کار پیش هستن. حالا که شما ببینین که بس چلم است ما چلم نمیکشم دوستای عزیز، ولی این تمرین امو رقم مثل چلم است. خب ما بوتل اینطور نیمش پر میکنیم، نیمش خالی باشه، برای اینکه وقتی که پف میکنیم اینجا او بلند میشه و او نریزه. از اون خاطر این مهم است که خالی قسمت خالیش باشه. ما بوتل این رقمی میگیریم و یک جایی میشینیم راحت. من اینجا چوکی ندارم، پشت سر باید چوکی باشه یا دیوال باشه، یک جایی که تا راحت آدم باشه. راحت شانه ها باید راحت باشه، اینطور کج و رقمی کمر آدم نباشه یا روی آدم این رقمی نباشه یا شانه آدم این رقمی نباشه. راست و بسیار ریلکس میشین آدم، اما تو پشت خود تکیه میکنه به یک چوکی یا دیوال. بعد از او ما اولی تشریح کنم که این چی رقم است. البته دوستای عزیز، شما این پایپ که میبینین، این پایپ هنرمندا و گوینده ها در دنیا اکثرا اینا رو همراه خود میبرن، جای کنسرت میباشن همراه خود میبرن، گویندگی میکنن، اینا همراهشان است. بخاطر که صدایشون میگن که اگر صدای ما خسته شد چیش، ما باید است که صدای خودم مساج بدیم، گلون خودم مساج بدیم، از اون خاطر همراهشون میباشه. این پایپ قسمی است که اینجا شما میبینین که یک قسمت رنگه شده و این از اینجا توی قسمت برای زنا 3 سانتی متر و بر مردا 4 سانتی متر، یعنی برابر 4 سانتی متر. این اگر مرد خب ما برای خود 3 سانتی متر گرفتیم، برای مردها 4 سانتی متر. این اگر اینجا شما رنگه کنین، یک رنگ باشه که به شما ضرر نداشته باشه. اصلا ستی که آدم میخره و خودش از این چیزا داره رنگ نمیکنی. اما اگر که مثل موارد رقمی جور کنین، من قسم جور کنم برای اینکه هر کس نمیتونه اختیار داشته باشه، از اون خاطر ما قسمی جور کردیم که هر کس میتونه در خانه بر خود جور کنه. این قسمتش رنگ میکنیم اگر برابر 4 سانتی و ایره تا داخل آب میبریم که تا قسمت خط در داخل آب باشه. شما ببینید دوستای عزیز که خط در بالای آب است، یعنی از اون زیادترش نباشه. اینطور تا وقتی که و دست ما رو اینطور
قسم میگیریم، اینجا امروی دست خود محکم میگیریم که این پایپ در قسمت مابین بوتل باشه. یعنی اگر در قسمت های در بغلای از دکه بتیم یا نزدیک باشه وقت این تمرین ما درست نیست. گلون ما باید بعضی که استراحت کنه و ریلکس شوه و راحت شوه برعکس خسته میشه. یعنی ما باید از این طور امروی دست خود این قسم مابین رو بگیریم و تا قسمت خط باید امو پایپ در داخل آب باشه و بعد از او بسیار راحتی نموتر میشنیم و پایپ بدن خود میکنیم. تنفس از طریق بینی باید شود. چرا؟ بخاطر از اینکه ما از همین طریقیات میگیریم که ما از شکم باید تمرین کنیم و یعنی از شکم تنفس بکنیم. این یک تمرین بسیار خوب است که ما یاد بگیریم که از طریق شکم تنفس کنیم. وقتی که از طریق شکم ما تنفس میکنیم بسیار خوب است، اما که اکسیژن بسیار زیاد میده داخل بدن ما و ما در خواندن بسیار بر ما کمک میکنه و ما کمبود اکسیژن پیدا نمیکنیم. دومی که عضلات‌های شکم تقویه میشن و این برای خواندن و آوازخوانی بسیار زیاد مهم و ضروری است. خب اگر در صورتی که اگر کس نمیتونه مشکل میشه از بینی، اگر برش مشکل میباشه باید از میتونه بعضی وقتا همچنان از طریق دهن هم تنفس کنه. اما مهمی است که این پایپ باید تنها به لب ما نگیریم، اینطور نگیریم. این تمرین درست نیست، باید در سر زبان ما باشه. و مهم دیگه است که نباید ما پفی که میکنیم زیاد به شدت باشه، باید آهسته نرم و آهسته. یعنی در هر ثانیه از 6 تا 8 تا حباب شکل شود. حباب اینمی پوقانگکای در مابین او که میشه اینمی رو حباب میگن. یعنی در هر ثانیه از 6 تا 8 تا حباب شکل شود، از او زیادتر نه. یعنی زود ما پف نکنیم، آهسته بسیار در کنترل، که از اینمی طریق ما باز یاد میگیریم که صدای خود چطور در کنترل داشته باشیم. آهسته وقتی که ما ایده یاد گرفتیم فقط پف اول توسط پف تمرین میکنیم، فقط پف میکنیم. و بعد از اینکه این رقمی رو یاد گرفتیم بعد از او تنها پف نمیکنیم، البته صدای خودم میکشیم. یعنی بعد از اینکه ما یاد گرفتیم تنها امرای پف، بعد از او امرای صدا این ما پف میکنیم، یعنی صدا خودم اضافه میکنیم دمی پف. چه قسم؟ خب اینه که باز تمرین کردین یاد گرفتین آهسته، یعنی ما کم تمرین میکنیم، شما زیاد تمرین کنین برای که ویدیوی ما طولانی میشه. باز از اون ما چی میکنیم؟ ما یک اکتیو شما از اسکیل خودتان آرو و افرو کنین. هر اسکیلی که شما میخواین، بلاول میخواین یا بهروی میخواین، از اون کچ خودتان شما آرو و افرو کنین. ولی متوجه باشین وقتی که نوت‌ها طرف نوت‌های تار سبتک میریم یا نوت‌های بلند شده میره، وقتی که فریکونسی صدا بالا میشه امی شدت پف مم زیاد میشه. از اون خاطر شما بسیار باید است که متوجه باشین که شدت پفی که میشه بالای آب او امی بالانسش برابر باشه، از نوتای پایین و نوتای بالا تقریبا بالانس باشه، یک رقم باشه. این نمیسته که باز ما میکس وایس خوانده میتونیم. وقتی اینجا کنترل پیدا کردیم بعد از اون ما میکس وایس که میگن اینمی دو تا صدا را ما صدای چست وایس و هت وایس چطور ما میتونیم که میکس کنیم. اینمی یکی از تمرینای بسیار زیاد مفیدش است که ما وقتی که پف میکنیم در نوتای بالاشون، وقتی که اکتیو میریم و آرو افرو میکنیم، فشار هوا که ما پف میکنیم یک برابر باشه بالای آب، تقریبا یک برابر باشه. مثلا ما آرو افرو میکنیم یک اکتیو این رقمی و کوشش میکنم که فشار هوا و پفی که من میکنم
او متوازن باشه، بالای کلش یک برابر باشه، یعنی تمام نوت ها یک رقم اواره از خود بده. وقتی که تمرین میکنین امی قسمت های رویم اینجا هم حرکت کنه، یعنی تمام از یا ریلکس باشه، بسیار ریلکس باشه. وقتی که ریلکس بود آهسته آهسته که باز ما یاد گرفتیم بازی خود شور میخوره آهسته آهسته. بعد از اینکه دم یاد گرفتین آهسته آهسته بعد از او یک آهنگ متر میخوانین. هر آهنگی که شما به شکل می رقم پف شما اینا میخوانین. و بعد از او که این تمرین ها را کردین، یعنی گفتم که به اندازه 3 سانتی متر از خانه ما و به اندازه 4 سانتی متر از مردها داخل او میره. بعد از او شماری زیادتر بسازی، مثلا اول در 3 سانتی متر باشه، باز 4 سانتی متر شوه، 5 سانتی متر شوه، 6 سانتی متر شوه. هر چقدر که پایپ داخل آب باشه تا عد اکثر 7 سانتی متر در داخل آب بره. اون مقدر صدا را یعنی مشکل است تمرینش، اما صدا را بسیار خوب میسازه، مساجش بسیار بهتر میشه و زیادتر میتونه ما را کمک کنه. یعنی هر چقدر که تمرین تانسویا شد در 3 سانتی متر، مقدار عظیمی پایپ شما که در داخل آب میره زیادتر کرده داره. مکسیمومش 7 سانتی متر باشه، از او زیادتر نباشه. البته کسایی که گپ میزنن، یعنی برای کسایی که گوینده هستن، برای اینا مکسیمومش 4 سانتی متر است، اما برای کسایی که آهنگ میخوانن تا 7 سانتی متر میتونه در داخل آب بره. دوستای عزیز این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که ما تونسته باشم به شکل درستش توضیح و تشریح داده باشم و شما تونسته باشید که از یک چیز یاد بگیرین. بسیار خوشحال بودم که همراه ما بودین. تشکر که تا آخر ویدیو مرا سپورت کردین. تا ویدیو دیگه شما نازنین را همراه به خدا میسپارم. بدرود.